در این دهه آخر رمضان مسلمان های تمام دنیا در مسجدها اعتکاف می ایستند. اعتکاف این ایستادن در مسجد به نیت نزدیک شدن به پروردگار عالمیان است. کسانی که در مسجد می ایستند و نیت اعتکاف می کنند، آنها خود را از دنیا می کنند، تمام کار و بار دنیا را می گذارند و به نفل ها و قرائت قرآن کریم و جستجوی شب لیلة القدر به الله سبحانه و تعالی نزدیک می شوند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر سال 10 روز اخیری ماه رمضان را اعتکاف می ایستادند و در سالی که رحلت کردن 20 روز اعتکاف ایستادند و زنهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از وفاتشان اعتکاف ایستادند. اعتکاف این سنت مؤکده است، یعنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اعتکاف را بسیار اهمیت می دادند و در غیر رمضان مستحب است. اعتکاف این کندن از دنیا، عبادت الله سبحانه و تعالی با تمام خشوع و خضوع. ان تعبد الله کانک تراه، عبادت کنی الله تبارک و تعالی را به مانند آنی که او را میبینی. فإن لم تکن تراه فإنه یراک، اگر تو او را نمیبینی همین گونه احساس باید بکنی که الله سبحانه و تعالی تو را میبیند. و زنها هم می توانند که اعتکاف بایستند، اما در مسجدگاه خانه‌شان، جایی که در آن نماز می خواند، در همون جای می تواند که اعتکاف بایستد، اما اجازت شوهر لازم است. باید که پیش از اینکه اعتکاف بایستد از شوهرش اجازت بگیرد و در همون جایی که نماز می خواند اعتکاف می ایستد. برآمدن از مسجد ممنوع است بدون عذر و خوردن، نوشیدن، رفتن به نماز جمعه یا اینکه یگان کاری ضروری دنیا، مثلا یگان خرید و فروشی که همون بار به مسجد نمی آورد اما در زندگی بسیار ضرور است، می تواند که در درون مسجد یا که در صحنه مسجد چند لحظه به خاطری که همون صحبت در باره تجارت خود می تواند بکند. لیکن ممکن نیست که همون چیزی که می فروشد اون را به مسجد بیارد، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک شخصی را دید که اومد در مسجد چیزی را گم کرده بود. اومد همون را در مسجد اعلان میکرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت لا رد الله علیک ضالتک، میگه الله تعالی اون چیزی را که گم کرده ای و تو دوباره بر نگرداند. من در مسجد کارهای دنیوی کردن، عملهای دنیوی را اعلان کردن جایز نیست، چون که صحابگان کرام هنگامی که در مسجد داخل میشیدن میگفتن که ما کنا نخلف امر دنیانا مع نعالنا، ما کار دنیای خود را میگذاشتیم با پاپوشی های خود در مسجد. یعنی که هنگامی که داخل مسجد می شدن تماما خود را از کار دنیا می کندن، تنها عبادت الله سبحانه و تعالی در سر آنها بود. و کسانی که نمی توانند اعتکاف بایستند 10 روز یا اینکه 7 روز یا اینکه 3 روز، آنها می توانند که شب اعتکاف بایستند از نماز شام تا بامداد یا اینکه از نماز بامداد تا نماز شام. و اگر که همین قدر هم نمی توانند باید که همون ساعتی که داخل مسجد می شوند نیت اعتکاف بکنند. یعنی که پیش از اینکه داخل مسجد می شوند باید نیت بکنند که هر آن ساعتی که من در داخل مسجد هستم در همین ساعت ها من نیت اعتکاف دارم، تا اینکه از ثواب اعتکاف بهره مند گردند.